حامد رحیمی پنجکی هم. انواع هنرهای رزمی رو خدمتتون عرض کنم. ببینید به غیر از کاراته، کنگ فو و تکواندو خیلی افراد کمی هستن که هنرهای رزمی رو بشناسن. امروز در حال حاضر که ما زندگی میکنیم انواع مختلفی از هنرهای رزمی وجود داره. هر کدوم اونا سبک مبارزه مجزا و جدایی دارن ها. ولی با این حال بعضی از مردم حتی ممکنه به طور کامل اصلا نتونن هنر رزمی رو درک کنن. کلا یه تعریف ریز از هنر رزمی بهتون بگم. هنر رزمی یه نوع ورزشه که با حمله و دفاع سر و کار داره. یه عبارت دیگه شو بگم، هنرهای رزمی همه چیز در مورد مبارزه است. اینم بگم انواع مختلفی از هنرهای رزمی وجود داره که از سلاح استفاده میکنن، ولی بیشتر هنرهای رزمی با مبارزه تن به تن سر و کار دارن. اینم خدمتتون عرض کنم که